السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بخشش صحبت آزاد یک سوال بود. بفرمایید. استاد همی معلمی کار کردن که یعنی مقصد اساسی دعوت به اخلاق باشد، یعنی نه تنها علم دنیا باشد، معاشی که میگیریم همون جایز باشد. بله، معلمی این کسب خوب است. فقط ضد شریعت گپ نزنید. به مردم تعلیم دادن فن دنیوی باشد هم هیچ گپی ندارد. این کسب حلال است، این درست است، این کسب خوب است. تعلیم دادن به فرزندان مسلمان ها، علم دادن به همه، این بهترین کسب است. فقط آیا ضد استاد شریعت گپ نزنید. بله. خالص لله باشد آیا ثواب میگیریم و معاشی که میگیریم نه، حلال ما است اگر مقصد اگر اساسی دین باشد؟ فنهای دنیوی باشد پول گرفتن گیرید برادر. فن دنیوی باشد oila گرفتن گیرید. فن دینی باشد بله کوشش کنید به پول درس دید. لیکن اگر همون هم اگر مثلا یک آدم است علم دینی دارد، در بازار کار میکند یا در یگان کارخانه کار میکند، میگم که آخر به مردم تعلیم علم ده. میگوید نه من این علم شریعت به پول درس دادم میخواهم لیکن شرایط هم نیست. میگم که خیلی پول به درس ده. پول به درس دادنت بهتر از درس ندادنت. حتی یعنی جایز است که استاد علمای در مابین شریعت درس، هم با پول درس دادن ممکن است. علم دنیوی به طریق اولا. بله. یعنی علم دین را رسانیدن و معاش گرفتن حلال است، معاشی بله. که میگیریم. بله، در صحیح بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه زوجتکها بما معک من القرآن. من این دختر رو برای تو خانه‌دار کردم با آن قرآنی که تو میدانی. گفتم یعنی معناش این است که اون بیچاره به مهر زن هیچی پول نیافت. پیامبر صلی الله علیه و سلم التمس ولو خاتما من حدید گفتن رفته یک انگشترینی آهنین یافته بیا. انگشترینی آهنین یک سامان است، نیافت. یعنی یک سامان بیچاره پول نداره، با ایزار دارد خلاص، ریداش هم نداره. ایزار یعنی همون یک پارچه لباسه که از مابین تا زانیه میپوشد. همین قدر لباس داره. گفت که یا رسول الله ما عندي الا ازاری هذا، یا رسول الله من فقط همین ایزار را دارم. گفتن که این اعطیتها ازارک جلست لا ازار لک. اگر تو این ایزارت دیهی خودت به ایزار میمونی نمیشه. التمس شیئا آخر، چیزی دیگر جستجو کن. بعد جستجو کرد چیزی نیافت. چون که یک زنک آمده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که یا رسول الله من نفسی خود را به شما بخشیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سرشان رو بالا کردند و خم کردند، دیگر گپ نزدند و صحابه ها از روی پیامبر صلی الله علیه و سلم، رازگی ایشان، غضب ایشان، خوشنودی ایشان را میفهمیدند. بنابراین این صحابه خست یا رسول الله زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه. یا رسول الله اگر به این زن حاجت نداشته باشید به من خانه دار کنید. بعد گفتن که التمیس یعنی به مهرش یگان چیز جستجو کن. بعد بیچاره جستجو کرد هیچی نیافت، حتی انگشترین آهنین هم نیافت. بعد ولا ظهره، پشتش گردانده بر رفت، یعنی ناامید شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اینجا بیا هل معک شیء من القرآن، آیا یگان سوره از سوره های قرآن رو حفظ میدانی؟ گفت بله یا رسول الله. گفتن کدام سوره ها؟ گفت کذا و کذا و کذا، فلان سوره فلان سوره فلان سوره ها رو از خود میدونم. بعد گفتن که زوجتکها بما معک من القرآن، من این زنه به تو خانه‌دار کردم. پیامبر صلی الله علیه و از پدر و مادرش نمیپرسن. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر برای مؤمنان از نفسشان دیده اولاتر است، ولی پدر و مادر اون طرف است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و حق دارن دل خواه زنه به دل خواه آدم شوهر تیا و حق این کار کردن ندارد، حق اعتراض بیان کردن ندارد اگر پیامبر صلی الله علیه و مجبوری کنه. لیکن پیامبر صلی الله علیه و مجبورا نمیکردن. وقتی که از زنه گفتن که نزد شوهرت برگرد، گفت که یا رسول الله این امر است، این فرمان شما هست، اگر فرمان باشه باید دیگه رد کرده نمیشد.
الله تعالی میگه که اگر الله و رسولش امر کند مومین و مومین زن حق اختیار ندارد. ما کان لهم الخیره، اونا اختیار ندارند. لیکن پیامبر صلی الله علیه و مجبورا یک کس به یک کس شوهر نمیدادن، لیکن وای میدونستن که وای راضی هست. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و به فلانی خاندار شو گفتن در چند حادثه ها، میگوید که در اول به نظرم خوب ننمود، لیکن همچون اطاعت به پیامبر صلی الله علیه و سلم به گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کردم، فجعل الله فیه خیرا کثیرا، بعد الله تعالی در همین خانداریم خیری بسیار داد. یعنی در ابتدا پیشنهادی پیامبر صلی الله علیه و سلم این قدر معقول نبود، فلانی زن گیر به فلانی شوهر کن گفتن، لیکن در وی خیری بسیار شد، چون که وی وحی است، چون که وی فرمان الله است، وی فرمان رسول الله فرمان الله است. ما ینطق عن الهوى، از هوا گپ نمیزنم. و این دختر به اجازتش به اون بچه خانه‌دار کردم که زوجتک بما معک من القرآن، من این دختر به تو خانه‌دار کردم به اون قرآنی که از یاد میدونی. یعنی چی؟ یعنی همون قرآن هایی که از یاد میدونی درس میتی، به این پول نمیگیری، همون پول مهر است. گفتن این دیگر دامله ها حق ندارد این خیل کرده دختری مردمه، یعنی عالم حق ندارد که به کسی خواهد خانه‌دار کند و به قرآن از یاد کردگیش خانه‌دار کند. نه، این خاص، یعنی خیلی که علما میگن خاص و از جمله خصوصیت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این خصوصیت شارع است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریعت در دستشون است، بنابراین دیگر کسان نمیتوند این کار کرده. لیکن این حدیث دلالت میکند که تعلیم دادن قرآن بر عوض پول اجازت است. برای چی؟ برای آنکه گفتن که اون قرآنایی که از یاد میدونی به این دختر تعلیم میدی، به عوضش پول نمیگیری، یعنی که همون مهر میشه. مثلا $100 درس داد، همون $100 مهر میشه. این دلالت میکند که تعلیم دادن شریعت بر عوض پول اجازت است. مثلا لیکن بودن علمایی که از مثال همون کشوری که زندگی میکردن برای درسی که میدادن پول جدا میکرد دولت، پول نمیگرفتن. استادای ما بعضیشون پول نمیگرفتن برای درس دانشگاه، 5 ساعت یک روز به درس میتین، پول نمیگیرن. اگر نگیرد خوب است، لیکن اگر حاجت داشته باشد گیرد، تا اینکه به کاری دنیا مشغول شده مردم از علم بی بهره نماند. بله.